در این قسمت برنامه موضوع ضرورت ترجمه نام رتبه‌های حربی ارتش ملی تاجیکستان را به زبان تاجیکی به رشته تحلیل می‌کشیم. زبان تاجیکی صاحب مقام دولتی می باشد و از این لحاظ استفاده آن در تمام نهادهای دولتی و جمعیتی باید تأمین کرده شود. مخصوصاً واژه‌های نظامی و امر و فرمانهای حربی باید پره به زبان تاجیکی باشند، زیرا قوه‌های مسلح ما ارتش ملی تاجیکستان نام دارد و باید واژه‌ها و نام رتبه‌های حربی ارتش ما ملی باشند. ولی متاسفانه اکثر نظامیان و اهل زیای ما با نام روسی رتبه‌هایی که از فرهنگ لشکرداری شوروی باقی مانده است قانع شدند و زیدی به زبان تاجیکی برگردان گشتن اسم رتبه‌های حربی هستند و ضرورت پرره ملی کنانیدن ارتش کشور را احساس نمی کنند. ما در صحبت تلفنی که با پژوهشگر زبان تاجیکی فارسی امید جیهانی داشتیم، نخست از ضرورت ترجمه نام رتبه‌های ارتش ملی به زبان تاجیکی پرسیدیم. سراول میخواستم راجع به ضرورت برگردان نام رتبه‌های حربی چند از اندیشه‌های خودم میگفتید تا چه حد ضرور است در زمانی که امروز ضرورت به زبان ملت است، به هسته زبان ملت است. ضرورت برگردان نام درجه‌های نظامی از روسی به تاجیکی با قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان کاری نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان. نیروهای مسلح تاجیکستان ارتش ملی هستند، نه ارتش اشغالگر. بنابراین نام درجه هاشون باید به زبان ملت باشد که این ارتش از آن پاسبانی میکنه. شما همسایه ما را ببینید، کشور افغانستان درجه های نظامیش به زبان افغانی هست. دیگر کشورها نیز همچنین. ما هم میتونیم نام درجه های نظامی را تاجیکی گردانیم. هیچ مشکلی در این زمینه من نمیبینم، مگر اینکه بعضی‌ها میگویند که هزینه سنگین خواهد داشت، پول زیادی صرف میشود. ولی این کار دولتی هست. اگر دولت تاجیکستان تصمیم گرفته است که نام درجه های نظامی تاجیکی شوند، از هزینه‌اش را نیز آماده است پرداخت کند. از نگاه من این کار درست است، چون که در کشور تاجیکان زبان تاجیکان باید رسمی باشد. همه وزارت‌ها و همه نهادهای دولتی زبان ملی را به کار برند و پیش از همه ارتش و میلیسا و دیگر. سرچشمه‌های تاریخی به ملت لشکردار بودن ما شهادت می‌دهند و چون دولت‌های تاجیکان لشکری با نظام و قوی داشتند، حتماً که درجه و نام رتبه‌های نظامیشان نیز تاجیکی بود. همین است که ما امروز ضرورت به از نو ایجاد کردن شکل تاجیکی درجه‌های نظامی را نداریم. نام شیوای درجه‌های نظامی لشکر توانای اشکانیان و هخامنشیان و ساسانیان و سامانیان کفایه هستند که لشکر خود را به عنوان ارتش واقعاً ملی در جهان معرفی سازیم. ما از پژوهشگر زبان تاجیکی فارسی امید جیهانی در مورد سرچشمه‌هایی که ضمن برگردان نام رتبه‌های نظامیان تاجیک از روسی به تاجیکی استفاده نموده است سوال پرسیدیم. در فیسبوک در گروه قدر رتبه‌ها را شما یک قسمتش برگردون کردید، یک قسمتش با استفاده از مأخذها پیشنهاد کردید در فیسبوک و من میخواستم درباره مأخذهایی که کار گرفتید هنگامی برگردون کردن چند از اندیشه‌هاتون هم میگفتید. درجه‌های نظامی که من برای نیروهای مسلح تاجیکستان پیشنهاد کردم بر اساس منصب‌های نظامی تاریخی خودمان ساخته شدند. یعنی ما در قدیم‌ترین زمان‌ها سپاه داشتیم. سپاهداری تاجیکان از دوران زرتشت شروع می شود. ما نمیدانیم که این کی زمان بوده است. بسیار و بسیار کهن است. مثلا واژه سپهبد که امروز در ایران به کار می رود برای نامیدن ژنرال پولکوونیک از دوره هخامنشی‌ها هست. 1700 سال پیش. ما از اون زمان برای خودمون اصطلاحات نظامی داشته ایم که می توانیم همونها را زنده کنیم و می توانیم بر اساس همونها و در پیروی از واژه‌ها و اصطلاحات نظامی دوران سامانیان
که زبان ما از اون دوره گسترش پیدا میکند، ما این واژه ها را میتونیم زنده کنیم. کهن‌ترین واژه های نظامی ما فرهنگ است که دقیقاً در عصر 8 پیش از حمله عرب ها نیز به کار میرفته است، در نامه های صغری یافت شده است و همچنین در زمان سامانیان فرهنگ الکونیکا را میگفتند. سپهسالار گونه دیگر از سپهبد، فرمانده کل نیروهای مسلح سامانیان را میگفتند. ما این واژه ها را داریم. در قدیم اینها منصب بدند، عنوان منصب، ولی امروز اینا را ما میتونیم چون درجه نظامی استفاده کنیم. برای اینکه ما برابرهای تاجیکی آنها را از 2700 سال پیش تا همین امروز داشته و داریم. مثلا جنرال پالکونیک میشد سپهسالار. این واژه را رودکی به کار برده است. جنرال لیتنانت میشد لشکرسالار. این اصطلاح وجود نداشت، آن را من ساختم از روی همون سپهسالار، چون که در آثار تاریخی ما اصطلاح سالار لشکر گنسالار، این اصطلاح کاملا تاریخی هست. در زمان اشکانیان یعنی 10,000 سال پیش فرمانده لشکر میگفتند گنسالار. یعنی امروز که نیاز به تاجیکی سازی درجه های نظامی پیش آمده است، ما باید همین واژه ها را به کار بگیریم. اونا در تاریخ ما هست. فردوسی در داستان 7 خان اسفندیار میگوید نباید که از کارداران من ز سرهنگ و جنگی سواران من بخسبد کسی دل پر از آرزوی، گر از بنده گر از مردمی نیکوی. فردوسی گفته است در اصل 10. ناصر خسرو گوید که چنان که خرد را به میان دو محمد فرق است به پیغمبری و وحی به فرقان، دهقان و خداونده این خانه رسول است، سرهنگ بنی آدم و پیغمبر یزدان. حضرت محمد را سرهنگ میگوید. نظامی گنجوی در داستان خسرو و شیرین در نعت رسول اکرم میفرماید محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش. چراغ افروزی چشم اهل بینش، ترازی کارگاهی آفرینش. سر و سرهنگ میدانی وفا را، سپهسالار و سرخیل انبیا را. حضرت محمد را که پیغمبر خدا و انسان کامل هست سرهنگ سپهسالار میگویند و مجاز، و از این نمونه ها در ادبیات ما فراوان است. مدت پیش کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با وسایط اخبار عامه در مورد برگردان نمودن رتبه‌های حربی به زبان تاجیکی خبر پیشنهاد کرده بودند. به قول مسئولین بجز از واژه گنرال رتبه‌های دیگری حربی را به زبان تاجیکی برگردان کردند. هیئت کمیسیا روز 24 اکتبر امسال تشکیل شده اصطلاح‌های نظامی از روسی به تاجیکی ترجمه شده را بررسی و نهایی خواهند کرد. عبدالرحیم زلفانیان سردار شعبه تنظیم کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ذکر نمودند که جهت بی‌غلط برگردان کردن رتبه‌های حربی به تاجیکی از سرچشمه‌ها و کتاب تاریخ دوران هخامنشی‌ها، ساسانی‌ها و سامانیان استفاده نمودند. ولی همصحبت ما امید جیهانی میگویند که هنوز 7 یا 10 سال پیش در اندیشه برگردان نام رتبه‌های نظامی ارتش ملی تاجیکستان بوده است و در این سمت چون عضو کمیسیه واژه‌گزینی کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است، بهار امسال ضرورت دوباره پیشنهاد کردن این درجه های نظامی پیدا شدند. ما سوگت برای نخستین بار 7 یا 10 سال پیش این موضوع را مطرح کرده بودیم که درجه های نظامی نیروهای مسلح تاجیکستان باید تاجیکی شوند، به این دلیل که اونا ارتش ملی هستند، زبان ما باید باشند، ما صاحب آن کشور هستیم و به همین خاطر بود که من امسال بهار دوباره این موضوع را مطرح کردم. واژه‌هایی را که یافته و ساخته بودم پیشنهاد کردم و در پی همین پیشنهاد من بود یا شاید اونا پیشتر هم چنین طرحی داشتن که من از اون آگاه نیستم. آن چیزی که کمیته زبان اصطلاحات، گروه کاری کمیته زبان اصطلاحات پیشنهاد کرده است همون پیشنهاد منه. من هم عضو گروه کاری واژه‌گزینی برای درجه‌های نظامی هستم.
با استفاده از سرچشمه‌های تاریخی پژوهشگر تاجیک امید جیهانی رتبه گنرال ارتش را ارتش سالار نامیده است. گنرال پالکوونیک را باشد سپاه سالار، گنرال لیتینانت را لشکر سالار و گنرال مایور را گوند سالار برگردان نموده است. همین طریق رتبه های پالکوونیک سرهنگ، پدپالکوونیک سرهنگیار، مایور سرگرد، کاپیتان سروشت، لیتینانت کلان تهمبان، لیتینانت تهمدار، لیتینانت خورد تهم آور، کورسانت رزمآموز، پراپورچیک کلان رزمساز، پراپورشیک رزمآور، старшина سرگروهبان، سرژانت کلان گروهبان، سرژانت گروهدار، سرژانت خورد گروهور، یفریتور ردبان و قطاری سرباز برگردان شدند. واژه‌های گوند، وشت، تهم، رده، گوند سالار، تهمدار از اصطلاحات نظامی دوران اشکانیان و ساسانیان هستند. سپاه، لشکر، سرهنگ و سپاه سالار از اصطلاحات نظامی دوران سامانیانند. گردان، رزمساز و رزمآور از شاهنامه گرفته شدند. ارتش سالار، لشکر سالار، سروش، تهمبان، تهمآور، گروهدار، گروهور و ردبان را خود امید جیهانی ساخته است. مورد ذکر است که اکثر نظامیان فعلا پالکوونیک تاجیک برگردان شدن رتبه پالکوونیک را با واژه سرهنگ خوش ندارند و از آن حصه آخری کلمه سرهنگ که هنگ است نگرانند. اگر چنین است پس زیباترین واژه فرهنگ را چی کنیم؟ ولی هم صحبت ما امید جیهانی جهت پیشنهاد واژه سرهنگ دلیل‌های معتمد تاریخی دارند. ولی فیردوسی هم واژه فراهنگ به معنی سرهنگ استفاده کرده است. لیکن می‌بینید سرهنگ بسیار قدیمی‌تر از این است. این ریشه‌اش برمیگرده به 3000 سال پیش و شاید بیشتر از اون، ما نمی‌دونیم. فقط نمی‌دونیم که سرهنگ به معنی سرکش است، یعنی کسی که سرش همیشه بالا هست، کسی که رهبر است و این در عصر 8 میلادی دقیقاً به معنی رهبر نظامی به کار رفته. این درجه‌هایی که من پیشنهاد دادم بر اساس نوترین دستاوردهای تاریخ شناسی ساخته شدن و تمامی اصطلاحاتی که واژه‌هایی که من پیشنهاد کردم پشتوانه تاریخی دارن. یعنی هر چیزی که گفتیم که اگر مثلا خواسته باشیم دیویژه را لشکر بگوییم، دلیل ما شاهنامه هست. لشکر در شاهنامه به کار برده شد. اگر پیشنهاد کردیم که کورپوس سپاه بگوییم، سپاه از دوران هخامنشیان به کار می رود. اگر پیشنهاد کردیم که بریگاد را گوند بگوییم، دلیل ما این است که در زمان اشکانیان و ساسانیان کلا سپاه را گوند می گفتند، فرماندهش گوند سالار می گفتند. اگر می گوییم که مثلا پاک هنگ بگوییم، 200 سال پیش در غیاث اللغات آورده شده است که هنگ بخشی از لشکر باشد. بتالون گردان بگوییم چنانکه در ارتش ایران هست، دلیل این است که گردان در شاهنامه به کار رفته است. در تمامی ارتش ها ساختار آرایشی رزمیشون یکسان است و چون ساختار همشون یکسان است، این بخش های ارتش هر کدامشون در هر کشور یک نامی دارند. در بسیار از کشورهای همزبان اینها همنام هستند. مثلا در تاجیکستان روسیه که همزبان هستند، به زبان روسی صد میزنند. دیویژه در روسیه هم دیویژه، در تاجیکستان هم دیویژه. بتالون در روسیه هم بتالون هست، در اوکراین و بلاروس هم همین است، در کشورهای پیشین یوگسلاوی هم همین است. مثلا من برای لیتینانت ها که 3 هستند بر اساس یک اصطلاح تاریخی تهمدار 3 اصطلاح پیشنهاد کردم. تهمدار لیتینانت در ارتش اشکانیان و ساسانیان بوده است. این اصطلاح دقیقاً اصطلاح تاریخی. تهم یکی از واحدهای نظامی بوده است. در اون زمان تعداد نیروهایش بین وزواد راتب بوده است. همین من تهم را که معناش نیرو هست، زور نیرو، در تهمتن، در تخمینه زنده است و همون واژه تهمدار برای لیتینانت گرفتیم و برای لیتینانت خرد و لیتینانت کلان از همین ریشه تهم اصطلاحات تهماور و تهمبان را ساختیم. مثلا سرژانت از 90 سال پیش در ایران گروهبان میگن، برای که باید نگهبان گروه هست، درابان گروه هست. ما بر اساس این واژه گروهبان 3 واژه دیگر ساختیم. گروهور که می شود ملچ سرژانت خوب، گروهدار که می شود سرژانت، گروهبان که می شود سترشی سرژانت و سرگروهبان که می شود سترشینه. ما چی امکانات داره که
باید اصلا ما میتونیم که تابش معنایی کلمه را تغییر بدهیم، معناش مخصوص یک درجه بکنیم. مثلا در سرجنت خرد و سرجنت کلان ما با واسطه پسوندهای ور و با اینا را از همدیگر فرق کنیم، برای اینکه پسوند ور معنای دارایی را میرسونه. مثلا من میگویم دخترور، خونه‌ور، دارای خانه. گروهبان بالاتر از این است، برای که این نگهبان است. سرگروهبان سردار همه این گروهبان هست، میشه همون سرچینه. برای همین در یک مدت بسیار کوتاه با زبان شناندن همین رتبه ها چی کارها را میتوان انجام داد؟ شاید یکم فیلم های خوب آفرید، شاید یکم چی کار رو کردن؟ پیش از همه باید ما در نظر بگیریم که درجه ها اصطلاحات نظامی هستند. هر گونه درجه اصطلاح هست برای کارشناسان در همون رشته‌ای که اونا کار میکنند. درجه ها نظامی برای نظامیان اصطلاح هستند. اصطلاحات نظامی را در یک دوره بسیار کوتاه در خود ارتش و سربازا می‌آموزانند. اینها مخصوص نظامی ها هستند. اگر نظامی ها اونا را بپذیرند و کار ببرند، بقیه مردم چی بپذیرد و چی نپذیرد مهم نیست، چون که اونا اصطلاحات نظامی هستند و تنها برای نظامیان و برای کاربرد در نیروهای مسلح ساخته و پیشنهاد شدند. ذکر باید کرد که تاجیکستان با آن که در هیئت اتحاد شوروی بود 10 ساله هاست در ارتشش اصطلاح‌های حربی که از طریق زبان روسی آمدند ارزی هستی کرده ایستادند. نه تنها واژه‌های خارجی در رتبه‌های حربی ما ظاهر می‌گردند، بلکه فرمان و امرها و گاهی سرودهای حربی نیز به زبان روسی هستند. شاید یکی از سبب‌های با زبان ادبی تاجیکی خوب حرف زدن نتوانستنی بعضی نظامیان بلندپایه تاجیک در عادت کردن آنها با زبان روسی باشد. در این سمت تاجیکی گشتن نام رتبه‌های نظامیان تاجیک ارتش تاجیکستان را ملی‌تر خواهد کرد.